خب بریم که داشته باشیم جمعه خفن آخر هفتمون رو که خب من همینطور که مشاهده میکنین دارم میرم سمت بچه ها که پارک ملت با هم دیگه قرار گذاشتیم که دور هم جمع شیم و مدیتیشن کنیم و وای خدا چقدر من نازم. بچه ها من واقعا عاشق تهرانم، خیلی تهران رو دوست دارم با همه سختیاش، واقعا شهر دیوونه هاست و خب منم که یه پا دیوونه خب به هر حال اینجا تازه رسیدیم و همه دور هم جمع شدیم و بعد مدیت اول به امین بساط املت و چیره اینجا هم داره سسشو درست میکنه و دمش گرم، خیلی هم باحال بود، خیلی چسبید. این دستی هم که دیدین در صحنه دست حامد بود که ناخونک زد، اینجا داره کره رو آب میکنه که دیگه واسه سس املت آماده بشه. خیلی باحال بود، خیلی بامزه بود و باحال‌تر از همه اون گازی که زیرش گذاشته بود که ماهی تاور گذاشت روش، اون واسه کمپ بود، خیلی هم باحال و بامزه و فینگلی و کوچولو بود. اینجا هم که دیگه مریم بانو داره تخم مرغا رو قلوب میندازه داخل این و خیلی من خوشم اومد از این حرکت بچه‌ها. حاج از رواشی هم بزن داشتن و املت درست کردن و اینجا هم که خودش داره فیلم میگیره و به عالی عالی عالی، اصلا هرچی بگم کم بگم دیگه. رنگ رخسار خبر دارد از سر درونش دیگه، خیلی خوشمزه بود، خدای دمش گرم. امین دستتون در نکنه. بچه ها اینجا هم که آخه خدا امین هم خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. من کل بچه های گروهمون اینم مادر زیبا و خب کلن برای بکس همه دور هم جمع بودیم با تیم خالی پارک ملت تهران. جاتون خالی، خیلی هوایی باحال بود. منم بعدش هم بود که از صدا مشخصی که صبحش رفته بودم پیش بگیرم و صبحش با امین و بچه ها با حامد و خانومش با موتور رفتیم. یه سرما خوردم اینجا دیگه، موام خوش شده بود، اینجا هم حالم خوب بود. بعد برگشتم خونه دیدم گلو درد میکنه و یه کوچولو سرما خوردم، ولی خب خدا رو شکر در حال بهبودم. یکم خودم رو ببینیم دیگه اینجاها چیکم بیتن بهتره دیگه. واقعا بچه ها خیلی خیلی من هوای پاییزی دوست دارم. اینم که مایا زیبای منه، خیلی دوستش دارم، خیلی خانوم تو دل برو و عالیه و خیلی خیلی بامزه است، خیلی واقعا حس خوب دارم باش هر وقت باشم. و خب بچه ها دوباره بگیران منن که دیگه صبحونه رو زدن، دارن آماده میشن برای مدیت دوم و دیگه که خودم رو ببینیم. منم بچه ها مدیتیشن میکنم